کتاب و کتابخوانی در زندگی انسان را کامیاب و موفق می‌گرداند. سلام بینندگان عزیز، نشر نوبتی برنامه انیس کنج تنهایی مهمان خاندان شماست و قهرمان نوبتی برنامه ما هستند اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است سمیه گلزاده. درود با شما. سلام. خب شما رو با برنامه خوش آمدید میگوییم. تشکر. خب بیایید سر اول خود را خوبتر معرفی کنید سمیه. من گلزاده سمیه، خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 52 ناحیه واسع می باشم. احسن با شما. خب در آغاز برای ما بیایید یک شعر دوست داشته خود را قرائت کنید. از یوسف جان احمدزاده. بود نبود 100 جا بود، در ملک 50 بود، ارکه بود و گل بود، ناز و نوزش مول بود، هر چی دهی نمی گفت، گر ندهی تمی گفت، روز آچش آش پخت، آشک شلم ماش پخت، 100 جا به ما ناز کرد، نخورد و عراض کرد، آشک تو شور گفت، خودت برو خور گفت، ناگاه آمد یک باشه، ربو طبق آشه، 100 جا گفت چی گپ شد، مادر گفت عجب شد. سمیه شما چقدر حکایه میدونید؟ من زیاده از 80 حکایه. چقدر اثرها خواندید؟ زیاده از 120 اثر. سمیه شما اثرهای بچگانه استاد صدرالدین عینی را نامبر کرده میتوانید؟ مکتب کهنه، آدینه، مرگ سودخور، تحصیب صبیان. سمیه بیایید آغاز مکتب کهنه را برای ما شرح دهید. استاد صدرالدین عینی در کتاب خود چنین نوشته است: من در حین 4 سالگی 4 ماهه و 4 هفته 4 روزه بودن مرا پدرم به مکتب برده است و در آنجا خورد که بردم مرا برگردانده و در حین 6 سالگی به مکتب بردند. مادرم به من گفت که وقتی که من معده بودم دلش به من میسوخت. وقتی که او را به مکتب میبرند در آنجا پدرش با وی یک دسترخوان کلچه حولا گرفته با وی میبرد. با مکتب دار باشد کلچه را و یک پارهش را به خودش و با پدرم پیشنهاد کرد که شما هم از این کلچه خورید و دیگرش را باشد در روی مکتب بچگان پاش میکرد مثل مرغ. من از آن حال دیده بچگان برای نان جنگ کرده با سر اینا غلاغوله کرده رویشان را خنجار کرده نان میگرفتند. سمیه بگوید که در مکتب کهنه آیا استاد صدرالدین عینی دانش انداخت؟ نه. اولین تحکورسی علم استاد صدرالدین عینی از کجا آغاز می شود؟ از مکتب زنانه آغاز میکند و بسیار یعنی که در درس را از پدرش هم یاد میگیرد بسیار. بله واقعا هم در مکتب زنانه استاد صدرالدین عینی درس های خیلی خوب می آموزد و از بیبی خلیفه هم میخواد. از بیبی خلیفه بله مکتب زن. در مکتب کهنه در روی بوریا نشسته درس تیار میکردن و در مکتب زنانه باشند در روی کرپچه. بله بهترین. خب آفرین میگویم با شما و فکر میکنم که این اثر رو خوب خواندید و در خاطر دارید و میتوانید از استاد صدرالدین عینی برای ما یک شعر قرائت. من این لحظه میخوام از استاد صدرالدین عینی یک غزل پیشنهاد شما کنم. مرحمت. سحرگاهان که بلبل در نوا شد، گل از شادی شکفت و غنچه وا شد. شما ای بلبلان باغ مکتب، سحرگاهان نباید خفت هر شب. شما هم در نوا آید باید که تا از باغ معنی گل کشاید. سحرگاهان گلستانی دبستان، تراوت بخش باشد چون گلستان. چرا از این گلستان گل نچینید؟ چرا در کنج بیکاری نشینید؟ چه خوش گفته است یک دانای اسرار، و گفتار خوش او گوش میدار. ز بیکاران خدا بیزار باشد، به اهل کار ایزد یار باشد. بیایید ای شریکان درس خوانیم، به بیکاری و نادانی نمانیم. به عالم هر کسی بیکار گردد، به چشم اهل عالم خوار گردد. آفرین سمیه. و واقعا هم هر نفری که در فضای صلح و ثبات و آرامی وطن عزیزمان تاجیکستان عمر به سر میبرد، نوبسته از آنی که کودک است یا نورس یا جوان یا اینکه کلان سال است، واقعا هم باعث افتخار اون نفر است و میسازد که این وطن را با شعر و سخن و خب دیگر ما توصیف کرده باشیم. بیاید برای وطن عزیزمان یک شعر قرائت کنید. من میخواهم که در این لحظه درباره تاجیکستان یک شعر قرائت کنم. مرحمت. تاجیکستان کشوری زیبای من، تاجیکستان جنت و دنیای من. زنده ام با آب و خاک پاک تو، بخت من امروز من فردای تو.
آفرین به شما. خب باز برای ما میتوانید که ضرب المثل و مقال ها یا اینکه لطیفه های خلقی نقل کنید. خب بیاید برای ما لطیفه گویید. لطیفه. روزی پسر از پدر میپرسد: پدر جان، آیا ماه دور است یا نیویورک؟ پدر میگوید: پسرم تو این را هم نمیدانی؟ میگوید: نه. پس به آسمان نگاه کن، چی را میبینی؟ ماه را. البته که ماه را میبینی. پس به اطراف نگاه کن، نیویورک را میبینی؟ میگوید: نه. پس نیویورک دورتر است. آفرین. خب باز میتوانید برای ما. بله. روزی خواننده از معلمه میپرسد: معلمه جان، اگر از بر نکردن یگام کار گناه است؟ میگوید: نه، در یگام حالت. خواننده میخندد و میگوید: من وظیفه خانگی را امروز تیار نکردم. آفرین. در برابر لطیفه ها این چنین ضرب المثل و مقال ها باید شما بدانید. یه ضرب المثل بگویید. ضرب المثل: بیشه به شیر نیست دریا به ماهی، سنگ وزنی را آب میبردارد، جواب احمق سکوت. از بد کثافت، از نیک شرافت. یعنی که آدمی که بد باشد فقط کارهای زشت میکند و آدمی که نیک باشد فقط کارهای خوب میکند. در یعنی که بله، در دنیا همیشه انسان باید که انسان کامل باشد، انسان نیک باشد. احسن به شما. خب در برابر دانستن ضرب المثل و مقال ها و لطیفه های خلقی باید که ما چی بدانیم؟ چیستان بدانیم. خب برای ما چند تا چیستان بگید. این سوروم میزنی، آن سوروم میزنی، قابل شوم میزنی، شوخی کنم میزنی. جواب این چیستان تو باشد. بله. خب باز برای ما یک تا چیستان دیگر. از آسمان افتد نمیشکند، از درخت افتد میشکند. جواب چیستان برف است. بله. خب اکنون بیایید سمیه یک چیستان دیگر بگوید و جوابش رو تماشابینان ما جستجو کرده پیدا کنند. دو برادر یکدیگر را نمیشناسند. بینندگان عزتمند، اکنون شما جستجو کنید و جواب چیستان رو پیدا کنید. خب سمیه بگویید که راهنمای شما کی است؟ استاد عزیز من عجیب و عظمت می باشد که برای من خیلی در وقتهای دشواری به من دستی مرا گرفت و در دل من ذوق انداخت که من باز به آزمون تیاری بینم. باز پدر مهربانم می باشد به من دستگیری کرده مرا به اینجا می آورد. آفرین به شما. خب برای پدرتان چی گفتنی دارید و این چنین برای مادرتان؟ من پدر و مادرم را دوست می دارم و از آن مینداری خود را به آنها بیان می کنم تا اینکه در وقت آزمون دستی مرا گرفتند و به من یعنی که راه را نشان دادند و به من علم هم آموختند. خب برای پدرتان یگان شعر می خوانید؟ بله. ای پدر جان خاکی پایت می شوم، وقتی پیری من عصایت می شوم، با همه دار و نداری زندگی روی حولی کفش پایت می شوم. آفرین. برای مادرتان نیز میدانید شعر؟ گویند مرا چوزاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت، شبها بر گوهره من بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم الفاظ نهاد و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. آفرین میگویم به شما. سمیه بانو بیاید یک شعری بچگانه برای ما قرائت کنید. مورچه دانه یافت، از تگ دولانه یافت، شاد شد و خانه برد، دانه سر شانه بود. آچه من دانه گفت، قریب یک تانه گفت، چهره آچه شکفت، گرم ببیسید و گفت، شکر کلانک شدی، دانه کشانک شدی. آفرین سمیه بانو. و ما تمنای آن را داریم که شما در سال جدید خب با کامیابی و موفقیت نائل گردید و در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است خب اشتراک فعالانه داشته باشید. و اکنون شما با همه آن نفرانی که عین حال ما و شما را تماشا کرده ایستادند چی گفتنی دارید؟ من گفتنی هستم که خواه خواننده باشد خواه دیگر برای کتاب خواندن در هر کجایی که باشد کتاب را دسترس کنند و وقتی خود را خالی نمانند و با کتاب خواندن مشغول شوند. آفرین به شما. و بینندگان عزتمند یادرس می‌شویم که همصحبت ما بودند گلزاده سمیه، اشتراکچی آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است. خب اکنون ما در اینجا میرسیم به فرجام برنامه. تا دیدار نوبتی کامیاب و موفق باشید. خیر.